بسم الله الرحمن الرحیم. مدولاسیون فاز از شرکت فیدار سیستم پویان. خب ما اینجا دونه حامل داریم، دوباره کوسینوس اومگا سی تی هستش. فانکشن مدولاسیونمون کا اف تی هست. حالا مجریشن سیگنال میشه کوسینوس اومگا سی تی به علاوه کافیه تی، که این کافیه تی دقیقاً اون فازی هستش که ما همیشه تو معادله های سیگنالمون داریم. اومگا سی تی که همون فرکانس کریره، کا اف تی که همون فاز هستش یه ضریب مدولاسیون یا نرخ مدولاسیون داره که در حقیقت تو چه مقدار از زمان بیاد این کار رو انجام بده و فاز مدولاسیون اون هم اینه که چند درجه باشه. حالا مثلا فرض کنید یه اومگا سی داریم 5 کیلو هرتزه، کا ما باشه 100 هرتز و اف تی مون هم 90 درجه. یعنی ما تو 100 هرتز که در حقیقت میشه 10 میلی ثانیه میخوایم 90 درجه فاز یک سیگنالی که فرکانس کریرش 5 کیلو هرتز رو تغییر بدیم. یعنی زمانی که مدولاسیون نداریم خب سیگنال به همین حالت عادیه، ولی زمانی که مدولاسیون داریم سیگنال به این شکل در میاد. یعنی میاد فاز سیگنال رو همونجوری که دقت میکنید عوض میکنه. این کار رو میاد توی 10 میلی ثانیه، چون ما فرکانس کار نرخمون رو 100 هرتز دادیم میشه 10 میلی ثانیه. تو 10 میلی ثانیه میاد از 0 تا 90 درجه این سیگنال تغییر فاز میده. یعنی اینجا تقریبا وسط کار 45 درجه میشه، آخرش 90 درجه میشه. پس کا میشه نرخ ما، اف تی هم میشه میزان درجه‌ای که باید توی این مدت زمان تغییر بده. خب اینجا ما خود فرکانس 5 کیلو هرتز رو داریم. الان هیچ مدولاسیون فازی انجام ندادیم. زمانی که مدولاسیون فاز انجام میشه دقت کنید ما با همون نرخی گذاشتیم 100 هرتز، یعنی توی 10 میلی ثانیه اومدیم 90 درجه زاویه رو جابجا کردیم. یعنی از اینجا تا آخر کار دقت بکنید دو تا قله ها با همدیگه 90 درجه اختلاف فاز پیدا کردن. از اول شروع کرده، چون حالت سینوسی داره، از 0 تا 90 درجه توی مدت 10 میلی ثانیه. خب اینجا توی اسپکتروم الان ما فرکانس 5 کیلو هرتز که در حقیقت حامل یا کریرمون بود رو داریم. حالا ما برای اینکه بتونیم تو اسپکتروم نشون بدیم اومدیم ضریب کا یا نرخمون رو کردیم 1 کیلو هرتز، یعنی مقدارمون از 100 هرتز به 1 کیلو هرتز تغییر دادیم. الان فاز ما اون اف تی ما که در حقیقت فاز رو عوض میکنه 0 درجه است، یعنی ما هیچ تغییری اینجا نمیبینیم. اگه بیایم این رو افزایش بدیم، ما هم این رو 5 درجه افزایش میدم، دقت داشته باشید اینها به صورت بالانس بغل حامل ما میاد. این اثر مدولاسیون فازه. الان هر کدوم از اینا 1 کیلو هرتز از کریر فاصله داره که در حقیقت همون نرخ ماست، یعنی همون عدد 1 کیلو هرتز و مثبت منفی اومده رعایت کرده و با افزایش درجه ما به صورت بالانس، حتی هارمونیکاش هم میاد، ما به صورت بالانس این کریر رو داریم. از این روش برای کدینگ توی رادارها استفاده میکنیم.